سلام دوستان، امروز اومدم یکی از زیباترین معابد بودایی توی کانادا. بریم با هم دیگه ببینیم. این معبد در دهه 1980 ساخته شده و معماریش کاملا از سبک امپراتوری چین الهام گرفته شده. بچه اینا عود روشن میکنن، میان جلوی تک تک خداهای اینجا تعظیم میکنن. بچه این بودیسم خدای مهربونیه. همونطور که میبینین یه آبی توی دستش هست. این آب یعنی اینکه به برکت و به بقیه موجودات میده. جمع احتمالاً محافظشه. این سالن ها محل اصلی عبادتشون هستش. اینم داخل معبده. اینجا هم واسه خودشون میوه گذاشتن، ولی بغل نوشتن که لطفاً میوه ها رو بر نداریم وگرنه دچار کارما میشیم. چون توی دیواره این معبد 1000 تا مجسمه خدا وجود داره. بذارم زوم کنم که ببینیشون. این همه اینا سر همش مجسمه است. اینجا هم واسه خودشون گل گذاشتن، یه دسته گل خوشگل پایین. اینجا هم یه نفر یه سیب گذاشته که یه نفر اومده یه کمش گاز زده. فضای اینجا خیلی آرامش بخشه. حتی اگه بودیسم نباشی قدم زدن توی این محوطه یه حس آرامش خاصی به آدم میده. این یه دختر چینی که لباس سنتی پوشیده اومده اینجا داره عکاسی میکنه. بچه این گلایی که میبینین همشون گلای طبیعی هن. توی این معبد پر از بوی گله. اینجا یه سالن دیگه شه که حالا من ساکت میشم شما صدای آهنگ بودایی پس زمینه هم بتونین بشنوید. اینجا احتمالا مراسمشون برگزار میشه. اینجا مین هال یا همون سالن اصلیه که متاسفانه برای بازدید عموم و اکثر مواقع سال بسته است. فقط یه موقع‌هایی بازش میکنن، مثلا تولد بودا باشه یا مراسم خاصی باشه و اجازه میدن که وارد بشیم. نشستن تو فضای این معبد هم واقعا یه آرامش خاصی به آدم میده. چقدر خدا بغل همه. بچه اینم تور کوتاه ما در اینترنشنال بودیست تمپل بود. خیلی خوشحالم که تا اینجا همراهیم کردین. ممنون.